وقتی که میخوای یه ولاگ خیلی خوشگله و رمانتیک تابستونی بگی، اما این اتفاق میفته. الان این وضعیت زندگانی منه، اینا وسایلام، بعد همه جا پر خاکه، دیوارمون این شکلیه که مشاهده میکنید. این گونی هم بهتون نشون بدم، گونی گچ. اما امین مریضه و براش سرم زدم. حتی این ویدیو بعد از حدود 6 ساعت گریه متوالی، یعنی 6 ساعت پشت سر هم گریه گرفته شده. دیگه به پذیرش رسیدم. دیزاین جدید. خب ما تنها کاری که از دستمون برمی اومد تو اون شرایط این بود که فیلم ببینیم و نشستیم کلی فیلم دیدیم. اینم فیلم That Awkward Moment بود. من خیلی دوست نداشتم و مثلا یه بار ببینیم اوکی. دیگه اینجا هم دارم برای امین سرم درست میکنم. براش کلی سرم زدم مدت که مریض بود. این یکی از اونهاست. گفتم فیلم بگیرم و اینا قطعا جزو سامرز باکت لیست من نبودن. ولی خب یه موقعی اتفاقایی میفته که انتظارشو نداری. شب یه اتفاق ترسناک افتاد که واقعا اینقدر حال روحیم بد بود اصلا نمی‌تونم بیام تعریف کنم. این سوراخ رو می‌بینیم که الان پرش کردیم، از توی این سوسک میومد و ما دیگه توش پلاستیک چپوندیم و سوسک نیامد دیگه از اون موقع.
آره بعد مجبور شدی ببری بیمارستان. بعد کی رو عمل میکردی وقت شب؟ فلاح ای نه دستورته که اینجوری بزن. من اینه تنیسم خیلی، اینه پینگ پونگم خیلی خوب بود. میبینی؟ ای من واقعا استعدادم. واقعا سرنا ویلیامز باید بیاد از من یاد. وای من عاشق این فیلم شدم. خیلی قشنگه، به نظرم حتما ببینین. اسمش The Uptown Girls. خیلی قشنگه، مال یه 20 خورده سال پیشه، ولی واقعا قشنگه و واقعا دوستش دارم و خیلی کیف داد دیدنش. کلا هم یه وایب نیویورک تور داشت، همین که از این فیلمایی که مثلا حس خوب بهت میدن. خیلی قشنگ بود به نظرم. حتما یه بار ببینید. این هفته نشد کار سامرز باکت لیست رو انجام بدم به غیر اینکه فیلم دیدم، ولی خب سعی کردم اون کارهایی که از دستم برمیاد رو انجام بدم و روحی خودم رو حفظ کنم و در صورت ویدیو بذارم. مرسی از اینکه من نگاه کردین. ماچ